الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، فقال لي: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. قلت: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. أخرجاه في الصحيحين. دوستان عزیز، برادران و خواهران محترم، در درس‌های گذشته ما شما 11 درس خواندیم که انواع توحید بیان شد از کتاب فتح المجید، شرح کتاب توحید، مهمترین کتاب بود در بخش توحید. 4 آیات ها را بیان کردیم. یک آیت در سورة زاریات بود که و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، و آیت های دیگه هم که ولقد بعثنا فی کل امة رسولا ان یعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. حال در حدیث یعنی 4 آیت نمونه‌ای بیان کرد. حال حدیث در ارتباط توحید در عبادت و یا توحید الوهیت که عبادت ها، هر نوع عبادت، هر قسم عبادت ها کلش مختص به الله بکنیم. حدیث صحیح است. امام بخاری، امام مسلم حدیث آوردگی است. این حدیث اول ترجمه میکنیم کتابتان، باز اگر ترجمه نکردن به زبان خود ترجمه میکنیم، بعد از اون شرحش بیان میکنیم. وعن معاذ بن جبل رضی الله عنه، معاذ بن جبل رضی الله عنه از این روایت است. قال، می فرماید معاذ: كنت ردیف النبی صلی الله علیه وسلم علی حمار، میگه ما در پشت سر پیامبر با بالای خر ششته بودیم. در ردیفش، در عقب پیامبر صلی الله علیه وسلم سر خر سوار بودیم، روان بودیم. فقال لی، میگفت بر ما رسول الله: یا معاذ، ای معاذ، اتدری ما حق الله علی العباد؟ آیا میفهمی، میشناسی چی از حق الله با بالای بنداش؟ یعنی حق الله را، حقوق الله را میشناسی؟ و دیگه این گپ: و ما حق العباد علی الله، و حق بنده با بالای الله چیست؟ یعنی دو طرف، الله با بالای بنده خود حق داره و بنده با بالای الله حقوق خبر داری. قلت، معاذ میگه ما گفتم: الله و رسول علم، الله و رسولش خوبتر میفهمه. یعنی من نمیفهمم، اما تفصیلی کل گپ معاذ میخواست که از پیامبر یاد بگیره. قال، می فرمود پیامبر صلی الله علیه وسلم گفت: حق الله علی العباد ان یعبدوه ولا یشرکوا بشیء. حق الله به بالای بنده است که فقط الله را عبادت بکنن، اطاعت بکنن از قانونش، ولا یشرکوا به شیئا، و شریک نکنن با امرای الله در عبادت شیئا، هیچ چیز را، یعنی هیچ کس در عبادت شریک نکنن. و حق العباد علی الله، و حق بنده به بالای الله است که ان لا یعذب من لا یشرک به شیئا، که عذاب ندهد من کسایی را، انسانایی را، لا یشرک به، شریک نمیکنن با الله شیئا، هیچ چیز را در عبادت. اینا رو سعی کنین با بنده ها با بالای الله این حق پیدا میکنه که او وقتی که شرک نکنن در عبادت، هیچ نوع شرک، او را عذاب نده، از همه عذاب ها او را نجات بده. قلت یا رسول الله، میگه ما گفتم ای رسول الله، چه گپ خوب است. افلا ابشر الناس، آیا مردم خوشخبری نتون به این گپ، بشارت نتون، یعنی مردم خبر نکنم که اون بفهمن چه گپ خوب که از عذاب الله نجات پیدا کنن؟ قال، گفت پیامبر فرمود: لا تبشرهم، گفت نه، یا مردم خبر نکو، خوشخبری نته برشا، بشارت و مجره نته. چرا؟ فیتکلوا، بخاطر که باز اینا اعتماد میکنن به کم عمل و زیاد عمل نمیکنن. اخرجاه امام بخاری، امام مسلم روایت کرده که حدیث فی الصحیحین، در صحیحین، صحیح بخاری و صحیح مسلم گفته میشه، بعد از قرآن صحیح ترین کتاب مسلمان هاست و حدیثش کلش صحیح است. خب معاذ بن جبل با در کتابتان اینالی حدیث شرح میته، میگه قوله عن معاذ بن جبل قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم
باز بعد از اینکه حدیث بیان میکنه میگه هذا الحدیث فی الصحیحین من طرق، کتاب تانال سایکون، این حدیث در صحیحین بخاری مسلم از چند طریقه بیان شده و فی بعض روایاته و در بعض روایات و نقلی حدیث نحو ما ذکر المصنف، مثل آن چیزی است که مصنف را بیان کرده است. خب اینال در شرح حدیث اول امیراوی را که معاذ بن جبل صحابی را معرفی میکنه کی است، بعد از او حدیث شرح میتا لغت و معنا و ویش و اصل مطلب که توحید در عبادت هست این را بیان میکنه. معاذ بن جبل رضی الله عنه هو این معاذ که است نام اصلیش چیست؟ میگه ابن عمرو است، یعنی نام پدرش فرزند عمرو است، نام اصلیش معاذ است، نام پدرش ابن عمرو بوده، عمرو. این فرزند عمرو ابن اوس الانصاری، فرزند اوس انصاری، اوس هم یک نام است. انصاریان از اهل مدینه بوده. میفهمین که در پیامبر در دو شهر زندگی میکرد، مکه و مدینه. مکه جای خان اصلیش بود، مدینه جای هجرتش بود. انصار که از مسلمانایی که در مدینه مسلمان شدن یار انصار میگه. چرا انصار میگه؟ به خاطر یا مدد کردن، کمک کردن، نصرت کردن مهاجرین، کسایی که از مکه آمدن. بسیار نصرت ها، حتی در زندگی اقتصادی خودان شریک کردن، مثل وجود خودان، حقوق خودان به یا میدادن، خودشان ضرورت میداشت. مثل قرآن میگه یؤثرون علی انفسهم و یؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه، یعنی برتری میتن، اینا حق میتن به نفسای خودان مهاجرین اگر که خودشان به او نیاز دارن، محتاج هستن. به خیار انصار میگه. الخزرجی، خزرجی یعنی او دو قبیله بود در مدینه، یکی اوس بود یکی خزرج، یک قوم خزرج هستن. ابو عبدالرحمن نام کنیش ابو عبدالرحمن، پدر عبدالرحمن، ابو پدر میگه. صحابی مشهور است، من اعیان صحابه، بزرگان صحابه است، از علمای صحابه است. باز صفت میگه شهید بدرن، در جنگ بدر شرکت کرده و ما بعدها، ما بعد از یعنی مجاهد بود. اولین جنگی که در برابر کفار صورت گرفت جهاد و قتال جنگ بدر بود. بدر یک مکان است در 150 یا 130 کیلومتری مدینه است. در اونجا مشرکین یک جنگ آغاز شد و اونجا سخت مشرکین شکست خورد و پیامبر بیان کرد که الله اهل بدر بخشیدگی است. این در او جهاد شرکت کرد، سخت‌ترین روز بود. و ما بعد دیگه جنگ ها، غزوات، قتال ها، جهاد ها در برابر کفار مشرکین. و کان الیه المنتهى فی العلم والاحکام والقرآن رضی الله عنه، می و کان بود الیه به طرف امی معاذ المنتهى فی علم، یعنی منتهی می شد در علم. در علم یعنی علم به می رسید، یعنی علم ماشاءالله می فهمید. والاحکام، دیگه احکام می فهمید، یعنی قوانین اسلام حلال و حرام بسیار مشهور است که می فهمید. والقرآن، قرآن می فهمید عام، یعنی قرآن معنایش می فهمید. سعی کنین این صفتایش بیان میکنه. صحابه که از علمایش کم بود، یکی از علما و مفتی های صحابه. از این فهمیده میشه که علم بسیار دوستا خوب است، علم بسیار مهمه. و علم وحی به الله نزدیک میشه. میخواه کسی به الله نزدیک شود، درجات حاصل کند، نعمتهای ابدی را حاصل کند، دائمی را حاصل کند، باید اول علم وحی را قرآن است و شرحش احادیث یاد بگیره، احکام یاد بگیره، قرآن یاد خوب یاد بگیره، شرحش احادیث که با هزاران حدیث از حدیث یاد بگیره، با معنا و عمل بکنه. دوستا اینجا علما چقدر زحمت میکشن، با ما شما درس میتن. اینجا ما مثلا بر شما کتاب های زیبا را انتخاب میکنیم، عقیده تان یاد بگیرین، احکام یاد بگیرین، اما هنوز شما یک درس گوش نمیتین، نه صحیح گوش نمیتین، میگین برو یا متو باشه. الله از این بی‌پروایی پرسان میکنه. اگر کسی نمیخواد علم یاد بگیره، ایراز است از وحی، ایراز کردن از وحی، روی گردانیدن بسیار خطرناک است، گناه کبیره است. بعضی حالات اگر ایراز کنی قبول نکنی، بیخی بی‌پروایی، حتی باز با عقیده شرک هم بری، بیخی در جهنم میری. و قال النبی صلی الله علیه وسلم در دیگه فضیلتش میگه، در بعض فضایل معاذ بیان میکنه. میگه رسول الله صلی الله علیه و گفت در حق معاذ: معاذ یحشر یوم القیامت امام العلماء برتبه. معاذ حشر می شود، از قبر زنده کرده می شود در روز قیامت، امام العلماء، پیش از علما، برتبه
یعنی یک قدم به یک قدم کم به یک زمانه، یعنی پیش از دیگرها حشر می شود، یعنی یک برتری است. قال فی القاموس، در قاموس کتاب لغت میگه که رتبه چی را میگه؟ میگه رتبه و الخطوه، رتبه قدم میگه، یک قدم که میمانی. و شرف من الارض، بهترین جای زمین میگه. یعنی در لغت چندین معنا داره، باز در هر جای با مناسب خودمو مناسبت موضوع معنایش گرفته میشه. و سویت من الزمان، و یک حصه از زمانه را هم میگه، یک فراخی زمانه. و دعوت دیگه دعوت هم میگه رتبه. و الفطرت یا فطرت هم میگه. و رمیتون بسهم، یا کسی که به یک تیر فیر میزنه در قوس میمانه، نه تیره چقدر راه میروه، مثلا 1000 متر یا اونمور هم میگه. او نحو میل، یا 1 میل. 1 میلش ما سابق فکر کردم که 1600 متر گفته بود، یعنی 1.5 کیلومتر، این قدر هم میگه. او مد البصری، او مد البصر، مدل یعنی یا این که به اندازه دوری چشم تا کدام جای میبینه، این قدر هم میگه. و راتی العالم الربانی، راتی میگه عالم ربانی را هم گفته میشه. خب اینجا اینال رتبه با چندین معنا در لغت اینجا آمد. اینجا کدام معناش گرفته میشه؟ باز اینجا دیگه کتاب براتان استشهاد پیش میکنه. می وقال فی النهایه، صاحب نهایه میگه در نهایه اینو یتقدم العلماء برتبه، یعنی معاذ بن جبل از دیگه علما در روز قیامت پیش میشود به یک رتبه. رتبه برمیت سهم، یعنی یک تیر که میزنی چه قرار دور میره، 1000 متر یا 1500 متر. این وقیل می بعضی گفته به میل، 1 میل یعنی 1600 متر. وقیل بعضی گفته مد البصری، به اندازه دوری چشم که سعی میکنی چه قرار، یعنی او چندین میل شامل میشه، یعنی چند کیلومتر. این قدر پیش. و هذه ثلاث اشبه بمعنى الحدیث. اینی میگه سه معنای آخر که رتبه را رمی بسام بگویم و دیگه میل بگویم، دوری چشم بگویم. اینی میگه مشابهت داره به معنای حدیث، به معنای حدیثی خوب مشابه است. خب میگه مات معاذ کی وفات کرده؟ وفات کردگی سنه 18 بشام، در سال 18 هجری در شام. هجرت پیامبر میفهمین که است آمدنش به مدینه شروع شدگی است. فعلا ما شما در 1443 هجری هستیم، یعنی این هم در 18 هجرت، یعنی 1400 سال پیش در شام وفات کرده. فی طاعون امواج، در طاعون امواج. طاعون یک مرض است، دانه میبره در وجود، تب یا میگیره انسان از بین میبره. خب پیامبر میگه مطعون، یعنی کسی طاعون رو بگیره به اون مرض بمره، الله درجه شهادت برش میده. و در جهادا شرکت کرد اما زنده ماند. این تو نیست که یعنی اگم تا میگه در جنگ بری میموری، نه مرده، کشته میشه. کشته نشد در جهاد. وقد استحلفه النبی صلی الله علیه وسلم علی اهل مکه یوم الفتح یعلمهم دینهم. میگه رسول الله صلی الله علیه و میره جانشین خود، وقد استخلفه، جانشین خود تعیین کرد. پیامبر صلی الله علیه و در روز فتح مکه که سال 8 هجرت مکه فتح شده بود، با بالای اهل مکه ایره خلیفه و جانشین تعیین کرد، به خاطر که یعلمهم دینهم، دین به اونا یاد بده و دیگه فیصله بکنه در بینشون. یعنی سعی کنیم پیامبر بسیار حریص بود، دینشان چی بود؟ قرآن وحی را بر مردم برسانه است. یعنی عالم بود، به خاطر این را تعیین کرد که دین یاد گرفتن اولین کاری که رئیس دولت مسلمان میکنه، یک جای را فتح میکنه، باید وحی را به مردم یاد بده، دین، عقیده شان، احکام، این را باید یاد بده. این اولین مسئولیت است. اما حال متاسفانه ببینی که بسیار حکومت های مسلمان های جای را فتح میکنن، یه وضعی که وحی قرآن سنت به مردم یاد بتن، تا علمایی که می باشن قرآن وار از بین میبرن، نمیمانن، دیگرم نمیمانن، خودشان هم نمیکنن، دیگران هم مانع میشن. خب این خب بعض فضیلتش در کتابتان بیان شد، بعض فضایل دیگه شام در دیگه حدیث است. گفتیم که معاذ بن جبل از علمای صحابه بود، از بهترین هایش بود، بزرگانش بود، سابقین به اسلام است. یعنی و سابقون الاولون من المهاجرین والانصار، قرآن که میگه در انصار از جمله سابقین است، انصاری بود، از قوم خزرج بود.
در یک حدیث دیگه در فضیلتش آمده، امام ترمذی و غیره روایت کردگی است که ان رسول صلی الله علیه و سلم قال له یا معاذ، میگه رسول الله پیامبر الله صلی الله علیه و سلم بر معاذ گفت که ای معاذ والله انی لاحبک، قسم به الله بدون شک من تو را دوست دارم. سعی کنید حتمی در معاذ چی بود؟ علم بود، عمل بود، علم و عمل. مسلمانی که علم وحی را قرآن میفهمید، احادیث میفهمید، این را بفهم عمل کنه، این را رسول الله دوست می داشته باشه. ما شما باید کوشش کنیم که ما شما محبوب رسول الله شویم. ما چرا محبوب بود؟ به خاطر چهره و چشم و قوارش نبوده، به خاطر علمیتش، به خاطر عملش، به خاطر اخلاصش، به خاطر قربانی هایش در دین الله و به کتاب الله قربانی ها داشت. به این خاطر پیامبر الله گفت من دوستت دارم. ما شما میتونیم که میتوشیم که پیامبر الله ما را دوست بداره. در حدیث میاد که اگر مسلمان کسی را دوست می داشته باشه او را باید بگوید. سه که پیامبر سم اظهار محبت خدا کرد. چقدر معاذ خوشبخت بود وقتی که رسول الله بگوید که من تو را دوست دارم. یعنی کسی را که رسول الله دوست بداره او را الله دوست میداره. کسی را که الله دوست بداره و از همه عذاب های قبر، عذاب قیامت، عذاب آتش نجات میافت. الله نعمت ها را برش میده. شما مگه یک دیگه تا ندیدین عمل کسی خوبش دیدین، قربانی هایش دیدین، اظهار محبت بکنین، این سنت است. فلا بعد از اون بر معاذ گفت که فلا تدعون دبر کل صلات، فلا تدعنا، باز گفت ترک نکو، یا فلا تدعون، تاکید کرد هرگز ترک نکنی دبر کل صلات، پشت سر هر نماز، ان تقول اینکه بگوی، یعنی بعد نماز فرض باشه یا دیگه اللهم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادت. میگه گفت این دعا را بکو، اللهم یا الله اعنی مرا کمک بکو به ذکر و شکرت که همیشه ذاکر باشم، قرآن بخوانم، تو را یاد کنم، باشه سپاسگزار نعمتایت باشم، نسپاسی نکنم، و حسن عبادت و بهترین عبادت تا انجام بده. مرا کمک چه کنی واقعا که الله انسان مدد نکنه عبادت آمون نمیده، شکر نعمت الله رو کده نمیتن، ذکر الله با مدد الله است. دعا بکن. و جاء النبی صلی الله علیه و سلم انه قال، در دیگه حدیث اینه گفتیم که ایره گفت که معاذ گفت در روز قیامت براتوا، یعنی یک زمانه پیش حشر می شود، زیرا این عالم امت به حلال و حرام بود. و دیگه در فضیلتش میاد که رسول الله میره در آخر حیاتش نایب روان کرد جانشین خود در دعوت تبلیغ در حکم و قضا و فیصله به یمن. والی تعیینش کرد، والی دو قاضی هم بود، فیصله عالم ترین بهترین باید در سر قدرت والی باید عالم ترین باشه، با تقوا ترین باشه، ولسوال کسایی که مسئولین حکومت باید بهترین ها باشه. به می خاطر پیامبر صلی الله علیه و میگه اونجا روان کرد، زیرا والی از طرف یک رئیس حکومت مسلمان که میره و نایبش است و معاونش است، اینال اگر خود انسان خوب آدم بود بهترین انسان روان میکنه. حالا ببینی والی کسی که قوم باشه، وطندار باشه، علم نداشته باشه، مقصد روان میکنن. رسول الله صلی الله علیه و کسی را قدرت سیاسی میداد که او خوب هم تقوا میداشت، هم علم، هم اداره و مدیریت میداشت. اینطور نبود که کسی که اداره و مدیریت تقوا یا نداشته باشه او را یک وظیفه حکومتی بده. به می خاطر وقتی که ابوذر غفاری گفت که یا رسول الله استعملنی مرا یک وظیفه بده، پیامبر گفت یا معاذ گفت یا ابوذر انک ضعیف، گفت تو ضعیف هستی و این امانه، این وظیفه امانت است و یوم القیامت خزی و ندامه، در روز قیامت رسوایی و شرمندگی است اگر کسی انجام نده. به یمن که روانش کرد برش گفت که لعلک لا ترانی بعد اليوم، شاید تو مرا نبینی بعد از امروز، زیرا در سال دوم هجری روانش کرده بود پیامبر صلی الله علیه و دوم هجرت که پیامبر صلی الله علیه و دنیا میره. گفت شاید تو دیگه مرا نبینی. سعی کنی یکی از کسایی بود که پیامبر صلی الله علیه و دوست داشت، گفت شاید مرا نبینی. فصار یبکی میگه شروع شد معاذ گریان میکرد. نگفت که یا رسول الله خیمه نمیرم می باشم که پیش تو باشم، نه، ماموریت پیامبر صلی الله علیه و چیزی که میکرد امر میکرد اطاعت میکرد. گریان کرد. فقال گفت لا تبکی، گریان نکو. بعد از رفت میگه در یمن باقی ماند تا اینکه رسول الله صلی الله علیه و وفات کرد. بعد خلافت ابوبکر ای آمدگی است. این وقتی آمد پس مدینه که رسول الله صلی الله علیه و دنیا رفته بود.
بعد از او باز در تحت امر ابوبکر به کار خود ادامه داد و او در جنگ شام یعنی سوریه روانش کرد. در اونجا در برابر رومی ها قتال کرد و اونجا الله نجاتش داد. یعنی داخلی عمر خودم جهاد میکرد. مجاهد باشی، عالم باشی، ماشاءالله، و دیگه کلی دین عملی کنی، چقدر یک صفت خوب است. و در شام وفات کردگی است. گفتیم در اثر مریضی وفات کرد. خوب دیگه اینال پیامبر صلی الله علیه وسلم در حدیث آمد که در حدیث میاد که معاذ میگه کنت ردیف النبی، پس کتابتان سعی کن. میگه من در پشت پیامبر بودم صلی الله علیه وسلم. ردیف چی را میگه؟ که پیامبر پیش بود، ای در پشت شش بود. یعنی در این حدیثی است که جواز الارداف علی الدابه، یعنی ارداف با بالای دابه جایز است. ارداف چی معنی؟ یعنی یکی در پشت دیگه ششتن میشه در خر یا اسب بشینی. و فضیلت معاذ دیگه در این حدیث فضیلت معاذ فهمیده میشه، برتریش فاضل بودنش پیش پیامبر که رکت خود برد و پسر خود شاندش. و این حمار هم که است علا حمارن آمده خر میگه. در یک روایت نامش اوفیر بوده. ایره میگه اهداه الیه مقوقس صاحب مصر. ایره مقوقس صاحب مصر یعنی و پادشاه مصر بود، او برش داده بود. از این فهمیده میشه که خوب یک خر بسیار قوی بوده. بعضی خرایق قوی ساده اسب هم که دو سه چهار نفر میتونه برا. در سر خر سوار شدن و فیه تواضع، کتابتان میده تواضع پیامبر صلی الله علیه و لرکوب الحمار، به خاطر سوار شدن در حمار و رداف علی و دیگه کسی در پشت خود شاندن. یعنی یک کسی که متواضع باشه، هر چیزی که انسان هم میبره در جای میشینه دو خر باشه. نمیگه که اسب، یعنی بهترین سواری در او وقت اسب بود، اما پیامبر سر خرام میره دیگه، یا شتر. خلاف لما علی اهل الکبر، می خلاف بانچه اهل کس، یعنی کسایی که متکبره سر چیزای عادی نمیشینه. اگه حال ما شما یک کسی در مایدار رو بگیم بیا سر خر سوار شو تا جای برو، میگه توهین است. مولوی رو بگیم مولوی صاحب، مفتی صاحب، شیخ صاحب بیا سر خر بشین، میگه مرا توهین نکنی. اما علمایی که البته به نام عالم از حدیث نخواندن، تقوایشان کم باشه، واره میگم علمای با تقوا و نه. و یا این که آل اگه یک سرمایه دار بگویم موترهای کروزین $1 و $50,000 بگویم بیاد یک موتر پایین سوزوکی سوار شو، دو خدا برای خود توهین میدانه که چی موتر از شما مرده میشانه. نه نمیشینه. همه پیامبر متواضع و انسان باید تواضع داشته باشد. خب بعد از اون میگه که اتدری ما حق الله علی العباد. تدری چی را میگه؟ درایت. این سوال پیامبر همزه که است، سوالیه است، همزه استفهام میگن. ایره استفهام طلب فهم سوال میکنی. سعی که از موضوع توحید در عبادت یا توحید الوهیت دوستا که تنها عبادت ها را مختص کنی به الله، دیگه کسی عبادت نکنی، این عقیده و به این عقیده باشی بسیار مهم است. به این خاطر سوال میکنه. میخوای مخاطبت دوستا بفهمانی، باید تو را متوجه خود بساز. یا کسی که تو با او صحبت میکنی او سامع تو از شنونده توست، اول باید او را متوجه خود بساز، حواسش به طرف خود جلب بکو، بعد از او باز گپ برش بگو تا خوب ذهن نشین شود. و می خاطر پیامبر صاحب به خاطر گپ مهم بود ذهن نشین شود، اول او را سوال کرد اتدری، گفت آیا میفهمی؟ خب وقتی که سر رکاب روان هستند دیگه، ما حق الله علی العباد، چیز حق الله به بنده. همیشه سعی کنیم پیامبر صاحب که میره وقت خود ضایع نمیکنه. یعنی در سر خرم که روان است کدام ما شما باشیم فکایی میگیم قصه میکنیم تو پیامبر صاحب میخواد دین برسه، یعنی از این فرصت استفاده کرد. گفت میفهمی که حق الله به بنده چی است؟ یا الله متعال که ما شما را پیدا کرده چی حق داره سر ما؟ حق که میگیم حق الله یعنی مسئولیت ما در برابر الله چیست؟ با در کتاب تنسای کنین میگه که اخرج سوال بصيغه الاستفهام، سوال به صيغه استفهام آمد. صيغه لفظ میگه، یعنی به لفظ استفهام سوالیه آمد.
پیامبر سوال کرد از ما از اول. چرا سوال کرد؟ لیکون اوقع فی النفس، به خاطر که خوب چی شود؟ واقع شود، یعنی خوب ذهن نشین شود در نفس، یعنی در وجود ما، در ذهنش، به خاطر که خوب این گپ بفهم، اهمیتش بفهم و ابلغ فی فهم المتعلم، و خوب مبالغه شود در فهم متعلم، یعنی آموزگار، کسی که میخواه علم یاد بگیره، خوب برش بفهمانی، سوال اول میکنی. و همین طریقه رسول الله صلی الله علیه وسلم بود. دیگه حدیث هم ببینین، اکثر کس علم میفهمون سوال میکرد، یعنی مخاطب متوجه میساخت. اگر شما میخواین استادی کنین، درس بتین، باید مخاطبین تانا با روش های مختلف متوجه خود بسازه. چرا؟ لان الانسان اذا سئل، زیرا انسان وقتی که سوال شود و این نفهمه، باز نفسش که هست خوب قبول میکنه جواب، نه خوب میگه باش بفهم، من خودم میفهم. و هم که موضوع مهم باشد، با شوق پیدا میشه و شوق به او جلب توجهش میشه، جلب رغبتش میشه، باز خوب قبولش میکنه و خوب او را یاد میگیره، از اینکه یک بار ناگهانی برش القا کنی، گپ پرتی بیان کنی. و اینی روش پیامبر که از حسن تعلیمش، یعنی تعلیم رسول الله صلی الله علیه و فهماندن پیامبر، آموختاندن پیامبر بسیار زیبا بود. ما و شما باید از یاد بگیریم دوستا و همه قسم شاگردای خدا بفهمانیم و تبلیغ زیبایی، تبلیغ رسانیدن پیامبر از طریقش در رسانیدن علم به صحابه. درایت چی میگه؟ تدری میفهمی. درایت به معنای معرفت است، به معنای معرفت. تدری یعنی تعرف، یا میشناسی حقی را که الله واجب کرده به بندهایش. بسای کنین معاذ چی میگه؟ الله و رسول اعلم، الله و رسولش خوب میفهمه. از این فهمیده میشود که بسیار ادب داشت معاذ رضی الله عنه. اگر که یعنی حق الله و بالای بنده توحید میفهمید معاذ، اما به خاطر ادب گفت که نه یا رسول الله، یعنی الله و رسولش خوب میفهمه. میخواست که دیگه چیزای نو از یاد بگیره. وقتی که متعلم یعنی آموزگار نمیفهمد از آن چیزی که سوال شود، باید ایره با عالمش حواله بده. یک چیز اگه میفهم بگو، نمیفهم بگو نه فلانی میفهمه، از ما پرسان نکنین. یک مشکل دیگه دوستان، ما شمایی داریم، یک کم علم که خواندیم، کسی از ما سوال کرد، به نام ملا و گپا مشهور شدیم یا دایی دعوتگر، کسی سوال کنه ما نفهمیم، از پیش خود گپ میزنیم، از کم خود. بسیار گناه کلانه، افترا کردن به الله، حتی انسان از ایمان بیرون میکنه. با پیامبر قصدن دروغ حدیث جور کردن. پیامبر صاحب میگه باز پیش خودش کم خود میگه حدیثه. من پیامبر صاحب میگه کسی که کذب علی متعمدا، دروغ و مجور کنه، قصدن فلیتبوا مقعده من النار، جای خود داتش جور کنه. هم که نمیفهمی جور میکنی، اگه احتمال دروغ داره. یعنی کسی که چیزا نمیفهم، با معلمی که میفهم به او حواله بکو. به می خاطر گفت الله و رسولش خوب میفهمه. اینال از این گپه که این میگه که الله و رسولش میفهمه معاذ، این لازم نمیشه که معاذ رضی الله عنه جاهل باشه، به حق الله را نفهمه، که یعنی حق الله به بندهش که توحید است، توحید در عبادت یا توحید الوهیت، این نه. لیکن مقام دیجا مقامی بود، جایی بود، مکانی بود که وحی نازل میشد و رسول الله صلی الله علیه و برش وحی میامد، آنچه که الله میخواد. پس اینجا خواست معاذ که چیز زیادگی را یاد بگیره. یعنی چیزی که الله بیان کرده حق، دیگه اضافه حقی که است او را یاد بگیره. دیگه چی چیزا؟ به این خاطر گفت الله و رسوله اعلم. خب ما شما فهمیدیم اتدری ما حق الله للعباد. پیامبر چرا سوال کرد؟ درایت به معنای چی است؟ حق چی را میگه دوستا؟ حق به معنای ثبات و استقرار میاد. مثلا یک کسی میگه حق المکان. حق یعنی چه معنی؟ اینجای حق شد. حق یعنی استقرار پیدا کرد، ثابت شد در یک چیز. اینجا هم چون که حق الله یعنی چیزی که ثابت است، دائم است، با بالای بنده هایش عبادت الله است، اطاعت از دستور و قانون و حکم الله است، به این خاطر کلمه حق استعمال. دیگه علل عباد، علا دلاله به وجوب میکنه آنچه که با بالای بنده است،
یعنی واجب است، حتمی است، ضروری است. به این خاطر کلمه حق استعمال کردگی است. خب و باز در دیگه جزء حدیثی تو میاد که و حق الله علی العباد. خب در این کتابتان یا ایره کمی پیش میبریم. حق الله با بالای بنده چیست؟ بین قوس سکنی و ما یستحق علیهم، آن چیزی که الله مستحق میشود با بالای زینه، یعنی حقدار میشه الله با بالای بنده خود. اینی را میگه. و حق العباد علی الله، حق بنده ها با بالای الله چی است؟ معنیش حق بنده ها چی معنی؟ یعنی متحقق میشه الله محاله، یعنی آن چیزی که باید شود. پس بنده ها با بالای الله چه حق دارن؟ یعنی چیزی که حتمی باید موجود شود. وقت کسی که الله را عبادت کنه اون اونجا میگه که الله یار عذاب نتا، یعنی عدم عذاب باید ثابت شود. چرا؟ لانه قد وعدهم ذلك جزاء لهم، زیرا الله یار وعده کردگی است به خاطر بدله به اینا علی توحیده، به خاطر یک تا پرستی از اینا، به خاطر عقیده تنها دانستن الله در عبادت. وعد الله، وعده الله لا یخلف الله وعده، خلاف نمیکنه الله وعده خود را. در سوره روم الله یعنی چیزی که وعده بده او را حتمی انجام میده. خب باز در حدیث میاد در جزء دیگهش که بعد از اون میگه که معاذ گفت که رسول الله هم گفت که حق الله علی العباد ان یعبدوه ولا یشرکوا به شیئا، حق الله به بنده‌ای چیز که عبادت الله را کنن، شریک نکنن با الله هیچ چیز را. یعنی اینی حق بسیار مهم است که الله را عبادت میفهمین. یکی عبادت به معنای خاص است، مثل نماز، روزه، زکات، حج، ذکر، نظر، قربانی. یکی به معنای عام است، عام اطاعت از قانون دستور الله. این را عبادت گفته میشه. قبلا من بیان کردیم، ما در درسای گذشته بیان شده است. این حال حقی که الله با بالای بنده‌اش دارن که عبادتش بکنن، قسم عبادت کنن که شریک نکنن در عبادت دیگه کسی را. در عبادت دو چیز است، یکی اطاعت از الله، دوم که ترک غیر الله را و چیزا و اعمالی که با الله مختص است او را به دیگه کس انجام ندی. اعمال عبادی را، عملها و افعال عبادتی را. اینی حقی است که الله مخلوق به این پیدا کردگی است که فقط الله را پیدا کنن، ببخشین الله را عبادت کنن. مثل که در حدیث آمد در سوره زاریات و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ما جنیات انسان ها را پیدا نکردیم مگر به خاطر عبادت. یعنی حکمت خلقت انسان آمد تا که قیام بکنن به عبادت الله، التزام بکنن و عبادتش قسمی بکنن که شریک نکنن با الله کسی را. عبادت ما شما دوستا قبلا خواندیم که گرفته شده از ذل و خضوع. ذل یعنی نهایت فروتنی، نهایت ذلت، نهایت عاجزی را گفته میشه. نهایت کمال محبت با کمال تذلل و عاجزی و فروتنی را عبادت گفته میشه. یعنی کسی میخواد الله را عبادت کنه باید از هر کس که او را دوست داشته باشه. در حدیث هم میاد که اگر شما الله و رسول از همه کل ماسوایش که دوست نداشته باشین مؤمن شده نمیتونین. و آیت قرآن هم است والذین آمنوا اشد حبا لله، کسایی که ایمان دارن محبتشون به الله بسیار زیاد است. یعنی بعضی ما شما دوستا میبینین که نماز میخوانیم هیچ به محبت نیست، نه اما تو به صورت تکاسل و سستی و تنبلی میریم، همین تو مثل که فشار باشه، با شوق نمیریم، با محبت نمیریم. نه این ضعف ایمان است، این ضعف ایمان است، ضعف است، یعنی ایمان ما شما ضعیفه، دلالت به ضعف ایمان میکند. و دیگه به نهایت عاجزی عبادت نمیکنیم. اگه استادم میشه می تو یک قسم فکر ما یک جای دیگه می باشه، خشوع نمی باشه. پس عبادت اینه میگه کمال محبت به ای که الله الهم است و نهایت فروتنی بکنی. وقتی که بنده محبت بکنه با الله، همون محبتی که نهایت است، یعنی به درجه کمال رسیدگی است و خود درباره الله فروتن و ذلیل بداند، به نهایتش که حتی سر خود به او میمانه، او را حاجت روا میگه، الله را متصرف زندگی و کائنات میدانه، این نهایت اینمی کار از این عبادت است. این را به هیچ کس دیگه انجام ندی. مثل بعضی مریدای گمراه که بعضی پیرای گمراه داریم، بعضی ها که میره بعد از او سجده میکنه، نهایت محبت میکنه، مطلقا از او اطاعت میکنه. این عبادت به غیر الله انجام دادن است، شرک است. به می خاطر این عمل انسان فقط به الله انجام بده. پس ضروری است که انسان انجام بده تمام آن چیزی را که
ربش محبوبش امر کرده. اولین محبوب ما و شما که از همه کده به ما و شما پیش است که تو جان خدا به خاطر از او باید فدا و قربان کنیم، الله است که خالق ماست، رازق ما، وجود بر ما دادگی است، معبود ما و شماست، اله ما و شما. باید تمام آن چیزی که امر کرده محبوب ما رو عملی کنیم. سعی کنین یک کسی را دوست داشته باشه، هر خواهش از او را تواناییش باشه انجام بده. محبوبی نبی ببینیم ما تو را دوست دارم، امر کو چی کار کنم؟ و اگر ما و شما الله را دوست داشته باشیم چرا هر حکمش عملی نمیکنیم؟ حکم الله را باید عظیم بشماریم، بزرگ بشماریم و دیگه باید اطاعت بکند از امر الله با محبت و از آن چیزی که الله منع کرده اجتناب کنه. مثل که اگه محبوب یه چیزی را بد ببره و بفهمی که خفه میشه، هیچ وقت او گپا را نمیگی، نه؟ یعنی بفهمی که قسمی خفه میشه که مرا ترک میکنه، هیچ وقت او گپا نمیزنی. بنان آن چیزی که الله منع کرده بد میبره، حرام ها است، از او باید اجتناب بکنیم و پس استلزام بکنیم، یعنی دائم انجام بدیم هر چی که الله امر کرده و هر چیزی که منع کرده است. و قبلا بیان شد که عبادت در شریعت در اصطلاح چی را میگه؟ یک نام جامع است، نه؟ اسم است جامع، شامل است به هر چیزی که الله و رسول که الله او را دوست داشته باشه و راضی شود. یعنی این تعریف شیخ الاسلام که اسم جامع لكل ما يحبه الله و یرضاه. هر عمل را، عقیده را، سخنی را که الله دوست داشته و از او خوش میشه و نمور عبادت گفته میشه. اقوال باشه، افعال باشه، ظاهری و باطنی باشد، افعال قلب باشد یعنی اعمال قلب باشه، اعمال دست و پای چشم باشد، اعمال زبان باشد. مثلا اعمال دست و پای اینا مثل نماز خواندن، نماز که میخوانی پای تام دستام هر چیزت وجود حرکت میکنه، نه؟ قیام کردن استاد میشی به حضور الله، رکوع میکنی، سجده میکنی. مصرف کردن مثل صدقه و زکات یا نه در راه دین الله انفاق میکنی. چیزای ضررناک از راه مسلمان دور کردن، مسلمان کمک کردن، امثال از این کلش در عبادت ها داخل میشه. اقوال باشه مثل قرآن، بهترین قول قرآن است، دعوت دادن مردم به دین الله است. و من احسن قولا ممن دعا الی الله و عمل صالح. الله میگه کس بهترین زیبا سخن زیباترین کدام سخن است که کسی مردم به قرآن دعوت بده، به وحی دعوت، به دین الله دعوت بده. قرآن میخوانی، یاد میگیری، به مردم دعوت میتی و ذکر کردن، ذکر میکنی، الله را یاد میکنی به توسط قرآن. دیگه اذکار، استغفار، سبحان الله، لا حول ولا قوة الا بالله، الحمدلله، الله، اذکاری که در سنت ثابت است. دعا کردن، دعا میکنی از الله، مشکلات تا فقط از الله میخوایی، حاجت روا فقط الله را میدانی، مشکل کشا. و انسان باید همیشه دعا بکنه. دعا مغز عبادت است. دیگه حدیث میاد در صحتش اختلاف، دعا در حدیث صحیح میاد دعا ول عبادت، خودش عبادت است. و فعل قلب مثلا ترسیدن از الله، قلبا بترسی و محبت با الله، توکل با الله، انابت داشته باشی با الله، خشوع و خضوع داشته باشی، ایمان بیاری با الله، تصدیق کامل. اینیا را چی میگن؟ اعمال قلب میگه یا عبادت هاست. پس هر عملی که انسان با الله نزدیک میکند به طریقه رسول الله صلی الله علیه باشه، این عبادت گفته میشه. دوستا اگر یک کسی مثلا نماز است نه بخونه به طریقه پیامبر نباشه، این عبادت نیست. مثلا نماز صبح 2 رکعت است، تو میخوای از پیش خود 5 میخوانی، فرضه، هیچ باطل است. رکوع یکی، سجده 2 میخوای، سجده را یکی میکنی، رکوع را 2 میکنی، باطل میشه. نماز صبح مثلا وقتش تعیین است، از وقت طلوع فجر است تا وقت آفتاب، تو میخیزی میگی نه وقتش تغییر میدی، این باطل میشه. مثلا حج روز عرفه باید در عرفات باشی تا که حجت شوه. تو مثلا در روز 13 روز 4 عید میروی در عرفات، حجت نمیشه. روزه را باید در ماه رمضان بگیری، مثلا تو را میای در ماه ذوالحجه میگیری، نمیشه. بنان مکان عبادت، زمان عبادت، کیفیتش، تعداد و مقدارش، کلش پیامبر صلی الله علیه و سلم به ما و شما توسط وحی الله بیان کردگی است. پس هر عملی که به طریق پیامبر صلی الله علیه و سلم انجام شود که به توسط و عمل الله راضی باشه، با انسان به الله نزدیک شود، این عبادت گفته میشه. هر کاری که الله امر کردگی است، ترغیب کردگی است، کسی او انجام بده، عبادت. هر چیزی را که الله امر کردگی است که ترک شود، اجتناب شود، حرام کردگی است، ترک و اجتنابش به خاطر ترس الله عبادت است، یا به خاطر محبت با الله عبادت. پس این عبادت چی را میگه؟ فعل اندام های بدن میگه، دست و پای، چشم، اینا
کدام کارایی را که دست از جسد کلش فکر کردن در دین الله و همین قسم فعل زبان از ذکر از الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله و على آله و صحبه و من والاه. دوستای عزیز، قبلا ما شما در ارتباط با عقیده توحید از کتاب فتح المجید حدیث معاذ بن جبل که راوی حدیث بود بیان کردیم. یک چیز شرح شد و یک کمش مانده بود. حالا کتابتان متن ببینین. بعد از اینکه شعر ابن قیم در تعریف عبادت خواند کتابتان آورده بود و ما را خواندیم بیان کردیم. و عبادت الرحمن غایت حبی مع ذل عابده هما قطبانی و مدار بالامر امر رسولی لا بالهوا و النفس و الشیطان. همی بعد از این باز در کتابتان میاد که قول ولا یشرکو به شیئا، یعنی در حدیث آمده بود که باز حق بنده ها باره الله ای است که عذاب نته اینها را در صورتی که عبادت الله را بکنن ولا یشرکو به شیئا، یعنی هیچ کسی را با الله شریک نسازن. این تو آمده بود حق الله علی العباد، حق الله با بنده ای است ای عبدوه ولا یشرکو به شیئا، هیچ کسی را با امر الله شریک نکنن. یعبدوه چه معنی میگه؟ ای یوحدوه، یعنی الله را به تنهایی یوحدوه بالعبادت، به تنهایی الله را عبادت کنن، یعنی تنها الله را عبادت کنن و از قانون نظامش اطاعت کنن، دیگه کسی را و چیزی را عبادت نکنن. بعد از کتابتان میگه فلا بد من التجرد من الشرك في العباده و من لم يتجرد من الشرك لم يكن آتيا بعبادة الله وحده. پس ضروری است، فلا بد، ناچاری و ضروری است، من التجرد، از خالی شدن، دور شدن، من الشرك، از شرک در عبادت. یعنی در عبادت کردن وقتی که الله را عبادت میکنی خاص هم هیچ نوع شرک، نه شرک اکبر و نه شرک اصغر، نه شرک بزرگ و نه شرک کوچک، قسمی که دیروز بیان کرده. و من لم يتجرد من الشرك لم يكن آتيا بعبادة الله وحده. می فرماید کسی که خدا دور نکند از شرک، مجرد نسازه، خالی نسازه از شرک، لم يكن آتيا، نیست آدم انجام دهنده به عبادت الله وحده، یعنی تنها عبادت الله را انجام نداده، یعنی توحید در عبادت در این موجود نشد، یا توحید الوهیت در وجود از این پیدا نشد، بل هو مشرکون، بلکه مشرک است. یعنی اگر در عبادت خود از شرک دور نشود، از عبادت غیر الله که ما اقسامش بیان کردیم، این مشرک است. قد جعل لله ندا، یقینا برای الله عقیده کرد و جور کرد ند را، ند یعنی مقابل، شریک جور کرد، مماثل با امر الله جور کرد در عبادت. و هذا معنی قول المصنف رحمه الله، اینی میگه معنای قول مصنف است رحمه الله که گفته بود که یعنی کسی را با امر الله شریک نسازد. و فی ان العباده هی التوحید لان الخصومة فیه. و دیگه ای که میگه در این حدیث ای است که عبادت فقط توحید است، یعنی تنها الله را عبادت کنی، دیگه کسی را در عبادت مثلا به هیچ کس سجده نکنی، هیچ کس حقدار اطاعت مطلق ندانی که هر گپی کو میگه ما او را باید اطاعت کنی. لان الخصومة فیه، چرا؟ به خاطر خصومت در نمی بود، یعنی خصومت و جنگ در بین رسول الله صلی الله علیه و سلم و در بین مشرکین که واقع شد، فیه از جهت چی بود؟ توحید در عبادت. و از جهت اینمی کلمه توحید هم که اسم یا کلمه طیبه که میگیم توحید، لا اله الا الله، اینمی لا اله الا الله هم کلمه توحید است، هم کلمه طیبه است. پس پیامبر صلی الله علیه و سلم به می خاطر می جنگید با مشرکین که اینها لا اله الا الله که دو جمله جور شدگی است، یکیش نفی است، دیگه اثبات. لا اله یعنی تماما معبودان باطل رد میکنه، هیچ معبود بر حق در کائنات وجود
نداره که ذاتش عبادت شد و قانونش اطاعت شد. الا الله، بغیر از الله، یعنی فقط الله است که حقدار عبادت است. اول نفی میکنی، باز الوهیت ثابت میکنی با یک ذات که الله است. بندگی لا اله الا الله است که یعنی به هر معبودی که غیر از الله است دور شوی و اخلاص بکنی در عبادت. اخلاصی که فقط تنها الله را عبادت بکنی و به خاطر از او، به خاطر خودش، به خاطر ذات الله را عبادت کنی. پس کسی عقیده را پیدا نکرد، مالوش خونش به امن نیست. و فی بعض الآثار الالهیه این الهیه آمدگی است که اینی والجن والانس فی نبع عظیم، اخلق و یعبد غیری و اخلق و یعبد غیری و ارزق و یشکر سوایا، خیری الی العباد نازل و شرهم الی صاعد، اتحبب الیهم بالنعم و یتبغضون الی بالمعاصی. میگه در بعضی آثار الهی آمدگی است، آثار که اینی والجن والانس فی نبع عظیم. میگه الله میگه ما یقینا انسان و جنیات در خبر بزرگ هستیم، یعنی یک خبر، یک چیز مهم واقع است. الله میگه اخلق یعنی ما پیدا میکنم، ما می آفرینم، یعنی از نیستی به هستی میارم و یعبد غیری و غیر ما عبادت میشود، یعنی وجود ما را چشم گوش الله داده عبادت شود، غیر الله اطاعت از غیر شود. این بسیار یک ظلم کلان است. اگر یک کسی را پیدا کنه باز او را دیگه کسی اطاعت بکند، همون سات جانش میگیره. و ارزق، الله میگه وقتی که پیدا کنم رزقم میتم، خوراک، میوه، خوراک کباب همه. و یشکر سوایا، و سپاسگزاری غیر از مرا میشه، یعنی غیر از مرا میرن شکران میکنن و نعمتای غیر مرا، یعنی نعمتای مرا میمانن به دیگران میروند سپاسگزاری میکنن. روزی را الله میتا، سپاسگزاریش میره از یک مخلوق میکنه. این بسیار دیگه ظلم. خیری الی العباد ناظرون، الله می خیر ما به بنده نازل میشه. واقعا وقت با وقت ببینی الله صحت میاره، عافیت میاره، امنیت میاره، باران هاست نه. و شرهم الی صاعد، و شر از اینا به طرف ما بلند میشه. الله میگه یعنی ما خیر نازل میکنم به اینا، یا به ما چی؟ شر. شر کفر است، شرک است، بدعت است، فجور است، گناه ها. اتحب الیهم بالنعم، ما میگه الله میگه دوست دارم به اینا نعمت ها را، محبوب دارم، میخوا دارم که به اینا نعمت ها را نازل کنم، خوش دارم. ولی یا چی میکنن؟ و یتبغضون الی بالمعاصی، بغض میکنن با ما، الله میگه با معاصی و گناه، بغض و کینه و حسد، دشمنی میکنن با گناه ها، یعنی انجام گناه ها. یعنی سعی کنین، الله میگه ما و انسان و جنیات در خبر عظیم عجیب هستیم که اینی طور واقعات میشه. واقعا کسی که موحد مسلمان خدا میگیره، غیر از الله ذاتی که ما را خلق کرده روزی میته، خیرش میاد، نعمات ها را با ما دوست داره، نباید از اینا فرمانی کنیم، نباید شرک بکنیم، نباید گناه بکنیم، نباید ناسپاسی نعمتایش را بکنیم. یعنی از نگاه عقل انسانی را بسیار قبیح و بد میشماره. خب قوله و حق العباد علی الله الله یعذب من لا یشرک به شیئا، آل شرح میکنه کتاب فتح المجید امی حدیث پیامبر میگه این قول پیامبر سم که گفت حق عباد، حق بنده های الله علی الله به بالای الله یس الله یعذب، که عذاب ندهد الله متعال من لا یشرک به شیئا، کسی که به امرای الله شریک نکند هیچ چیز را، هیچ، نه شرک اکبر کنه نه شرک اصغر، او را عذاب نتا. قال حافظ میگه که شاید حافظ ابن حجر باشه، اختصر على نفی الاشتراک لانه یستدعی التوحید بالاقتضاء. میگه اختصار کرد الله على نفی الاشراک به نفی شرک، یعنی شرک رد کرد، شرک نکنن،
اینا شرک رد شد، توحید چطور؟ توحید خب بیان نشده. میگه نه، لانه یستد توحید بالاقتضاء. میگه زیرا ای اگر کلمه توحید نه شرک رد کرد، این میگه مستدی می شود، یعنی شامل می شود توحید را بالاقتضاء، یعنی اقتضاء اینمی توحید شامل میشه. شرک نکنی، شرک هیچ نوع طبعا توحید است. و یستد اثبات رسالت باللزوم، خو رسالت هم میگم شامل میشود، تقاضا میکند رسالت پیامبر کی رسول الله باللزوم، یعنی لزوم نفی شرکی است که پیامبر قبول میکنی. چرا؟ از من کذب رسول الله فقط کذب الله، زیرا کسی تکذیب رسول الله صلی الله علیه و بکنه، نسبت دروغ پیامبر بکنه، یقینا این نسبت دروغ به کی کرده؟ به الله کردگی است. و من کذب الله فهو مشرک، و کسی که الله را تکذیب کنه، رد کنه، مشرک میشه. و هو مثل قول القائل، مثل گپ سخن گوینده میگه و من توضع صح صلاته، کسی وضو کرد نمازش صحیح میشه. این تو نیست که وضو کنی نماز صحیح شه، نه، ای مع سایر شروط، یعنی دیگه شرطاش که قیام رکوعی، این تو نیست که وضو کردی نمازت چی شد؟ صحیح شد. نه دیگه اینجا هم شرک نکنه، معنای چیست که توحید هم دو آمد، رسالت هم آمد، قایمی ارکان ایمان کلش دی داخل میشه. خب قول لا تبشرهم فیتکلوا، میگه دی حدیث شرح میته کتابتان که دو آمده بود که پیامبر معاذ بن جبل رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه که یا رسول الله ما برم مردم بشارت بتم، پیامبر صلی برش گفت لا تبشرهم، بشارت نتی فیتکلوا، به خاطر که باز اینا چی میکنن؟ ای یعتمدوا، یتکلوا اعتماد میکنن علی ذلک بینمی، یعنی تنها بینمی که ما شرک نکنیم و تنها الله را عبادت بکنیم، به می اعتماد میکنن، برو دیگه جنتیست، ما دیگه عمل نمیکنن. در اسلام اعمال زیاده، فیترک التنافس فی الاعمال، این ترک میکنن رغبت و شوق در اعمال، یعنی دیگه اعمال انجام نمیتن، مثلا تنها عبادت های خاص انجام میتن، میگه برو جنتیستی. به این خاطر پیامبر هم گفت که یعنی این علم اضافگی است، بر تو گفتم مردم خبر نکو، بان که عمل کنن. میگم دفعه میشه که بعضی گپاس اگر بگویی مصلحت خلاف مصلحت میباشه. و فی روایت فاخبر به معاذ عند موتی تعصما، در روایت دیگه آمدگی است که می خبر داد بها به می حدیث معاذ بن جبل عند موته، در وقت مرگش تعصما. تعصما چه معنی؟ تحرج من الاسم، به خاطر حرج دانیدن گناه، یعنی به خاطر که از گناه بیرون شود، یعنی گناهگار نشود. در دلش پیدا شد که ما چرا گناهگار نشه؟ به خاطر که الله میگه علم که رسید او را چی کنین؟ و مردم برسانین. الله در قرآن میگه، پیامبر میگه، پیامبر میگه بلغوا عنی ولو آیه، برسانین از طرف ما اگر که یک آیت باشه. الله در قرآن میگه ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب اولئك يلعنهم الله ويلعنهم. یقینا کسایی که ان الذين يكتمون، کسایی که پنهان میکنن، ما انزلنا، آن احکامی را که ما نازل کردیم، من البینات والهدى، از آیات قرآن و احادیث، بعضی همی تو ترجمه کرده، یعنی از ترجمه صحابه می تو فهمیده میشه. من البینات والهدى من بعد ما بیناه للناس، بعد از اینکه الله میگه را به مردم بیان کرده، این در کتاب پیامبر بیانش کرد، بازی پنهان میکند، اولئک همی کسایی یلعنهم الله، الله یار لعنت میگه. بخاطر که اگر که این خو یعنی یک علم اضافگی بود، یعنی دو جوش که عقیده توحید و چیزای مهم پنهان کنه، یکو فهمیم پنهان شود، گناهگار میشه. قال الوزیر ابو المظفر لم يكن يكتمها الا عن جاهل يحمله جهل على سوء الادب بترك الخدمه في الطاعه، فاما الاكياس الذين اذا سمعوا بمثل هذا زادوا في الطاعه وروا ان زياده النعم تستدعي زياده الطاعه فلا وجه لكتمانها عنهم. وزیر ابو مظفر عالم است، محدث است، میگه نبود که او را پنهان کند امی علم، امی حدیثی که پیامبر برش گفت الا عن جاهل، مگر اینکه از جاهل، یعنی بعض جاهل است یحمل جهل علی سوء الادب، باعث میشه جهل از این بیادبی به ترک الخدمت فی الطاعه، خدمت در طاعت ترک میکنه.
یعنی به خاطر بعض جایلاست که گفته این تو شرک نکنی، عبادت بکنی الله را، با یک چند چیز اختصاصش میته، قرار دیگه عبادت نمیکنه. فاما الاکیاس، هرچی کسایی که هوشیار و زیرک هستند، الذین اذا سمعوا، وقت کسایی که وقت بشنان به مثل ایره و دیگه احادیث زادوا فی الطاعت، دیگه هم طاعت چی میکنه؟ زیاد میکنه. واقعا ما که میشنیم میگیم دیگه هم عبادت کنیم، زیرا پیامبر هم گفت که یعنی بان که عمل بکنن، نه ورو ان زیادت نعم و یا تستدی زیادت طاعتی، و میگه اینا میبینن همی آدمای هوشیار و زیرک و روشن فکر مسلمان، یا میبینن که زیاد شدن نعمت تقاضای زیادت چی را میکنه؟ طاعت. اگر میخوای نعمتات الله زیاد کنه باید چی بکنی؟ اطاعت و فرمان برداری از حکم الله، عبادت زیاد کنی. هم در دنیا الله نعمتت زیاد میکنه و هم در آخرت. فلا وجه لکتمان عنه، پس ای دلیل نیست که کتمان بکنه تیره از اینها. اینا سعی کنین که دوستا اگر میخواین نعمتات زیاد شد، عبادت زیاد. صحابه زیاد عبادت میکردن، دنیا را فتح کردن، نظام اسلام در آخرین نقطه های دنیا رساندن. ما و شما هم فرض هم صحیح نمیخوانیم، سنت هم صحیح نمیخوانیم، نماز دیگه عبادت ها را خوبان که اطاعت در همه بخشای زندگی از قانون الله اطاعت کردن، نه این عبادت واربان. به می خاطر است که ما و شما ذلیل هستیم و اگر فتح هم الله میته یک بخش بسیارم تو ناقص می باشه. از بین عبادت های خدا اطاعت از همه احکام اسلام عملی کنیم، زیاد کنیم. و فی الباب من الفواید غیر ما تقدم، میگه در این باب همین چیزایی که گفته شد تا اینجا من الفواید بسیار فایده است، یعنی احادیث آیات دمی بخش توحید که گفته شد، نه در کتاب توحید، بسیار فایده است که غیر از آن چیزی که گفته شد. خب یکی این فایده چی است؟ خب الحث على اخلاص العبادت لله. و فی الباب من الفواید غیر ما تقدمه، خب یعنی دمین باب حدیث میگه، همین حدیث معاذ که است، فاید غیر از چیزایی، یکی حس ترغیب است به اخلاص عبادت لله، عبادت خالص کنیم برای الله، یعنی تنها الله را عبادت کنیم و به خاطر از او را عبادت کنیم، یعنی نیت ما صحیح باشد. دوم ان لا تنفع مع شرک، عبادت به امرای شرک فایده نداره بلکه ضررش زیاده است. اگر کسی عبادت مثل بعض پیرا هستند، بعض مریدا شرک میکنن، یا بعض مذاهب است، حتی از مسلمان ها مثل بریلوی و غیره، پیامبر حاضر و ناظر میدانن، از او مدد میخوان. این حالی که ببینین دوستا، این یک چیزی است که هیچ فایده نداره. شرک بود الله میگه اولئک الذین حبطت اعمالهم، اعمال مشرک برباد است فی دنیا و الاخره، در دنیا و آخرت. الله شرک نجات بده. دوستا باید توحید شرک زیاد بخوانین، زیاد بشنوین که اعمال برباد میکنه غیرش. بل لا تسمى عبادت، بلکه عبادتی که در شرک باشه و عبادت گفته نمیشه، مثل که در سورت کافرون دلیلش هست. نه المشرکین الله را عبادت میکنن، معبودا و خدای خودشان بتان هم، لات و منات و عزا. الله در قرآن چی میگه پیامبر؟ قل یا ایها الکافرون لا اعبد ما تعبد، ای کافرا بگو ای کافرا لا اعبد، ما عبادت نمیکنم، ما تعبدون و خدای را که شما عبادت میکنین از پیش خود جور کردین چیزایی را، ولا انتم عابدون ما اعبد، نیستین شما عبادت کننده و ذاتی را که ما عبادت میکنم. حال مشرکین خو عبادت میکردن، چرا پیامبر گفت که ولا انتم عابدون، شما نیستین؟ به خاطر که عبادتی که در شرک بود مثل چی است؟ عدم است، گویا که هیچ عبادت، هیچ نام از او عبادت گفته نمیشه، عبادتی که صحیح باشه. و تنبیه علی عظمت حق الوالدین، و دیگه فواید دیگه بود که فی الباب راستی باب همی بحثای سابقه را میگه، فواید زیاد بود. یکی اخلاص در عبادت، دوم تنبیه به عظمت حق الوالدین،
حق والدین بسیار زیاد است. الله توفیق بده. واقعا ما شما در این مقصر هستیم. بسیار در افغانستان و مسلمانان بسط دنیا کم توجه داره، به خاطر که ظلم سر والدین، ضایع کردن حق والدین در کشورهای کفری غربی است. اما فرهنگ کافرای غربی سر مسلمانان تاثیر کرده. این تنبیه میته کند، الله آگاهی میته، هشدار میته، آگاهی میته به عظمت و بزرگی حق والدین و تحریم حقوق ما، حرام بودن ضرر رساندن به پدر و مادر. حقوق یعنی ضرر میرسانی به ناحق، خفه میسازی، نافرمانیش میکنی، حرام است. و تنبیه علی عظمت الآیات المحکمات فی سورة الانعام. دیگه تنبیه به بزرگی آیات محکمات در سوره انعام نه موسی آیات که بیان شد، قل تعالی و اتلو ما حرم ربکم علیکم الا تشرکوا به شیء الی آخره، که بسیار آیات های مهم است. و جواز کتمان العلم للمصلحه، دیگه جایز بودن کتمان علم به خاطر مصلحت. بعضی وقت یک علم پنهان میکنی به خاطر مصلحت، یا یک فتواست نمیتی یک مصلحت است. اگر تو فتوا بدی و مصلحت خراب میشه، اگر تو میگه بخی بگو گپ ده زود شو، چرا نظر نمیتی؟ من نمیفهمی تو، او را عالم میفهمه. او بعض علوم اضافگی می باشه، یکی علم توحید مهم است را بیان میکنی. خب قوله باز توضیح میته اخرجاو ای البخاری و مسلم. اخرجاو تثنیه است، یعنی دلالت به دو میکنه. این کی روایت کردن؟ میگه اخرجا، بیرون کردن. این را روایت کردن البخاری و مسلم. هو می حدیث را بخاری کی است؟ میگه البخاری رحمه الله هو الامام. نامش امام لقبش است دیگه، یعنی مقتدا بود. نامش چی بود؟ محمد. نام رسول الله صلی الله علیه و سلم داشت، محمد ابن اسماعیل. رسول الله ابن عبدالله و ابن اسماعیل نام پدرش. ابن ابراهیم، پدر کلانش ابراهیم نام داشت. ابن بردزبه الجعفی مولاهم. بردزبه ایم پدر کلانش است. خب یه خود چون که عجم است دیگه، الجعفی مولاهم. جعفی که از مولای ازیان، یعنی یک ارتباط آزادی و یاد داشته. الحافظ الكبیر صاحب الصحیح و تاریخ و الادب والمفرد و غیر ذلك من مصنفاتی. حافظ بود، یعنی بسیار حدیث یاد کرده بود، حافظ بزرگ. صاحب صحیح بخاری است، کتاب که بعد از قرآن صحیح ترین کتاب مسلمانان. و تاریخ دیگه، تاریخ کبیر دو کتاب داره. و ادب المفرد و غیر ذلك و غیره مصنفات، یعنی بسیار کتاب نوشته کرده علمی. روى عن الإمام روي عن الإمام أحمد بن حنبل، روى عن الإمام أحمد بن حنبل والحميدي وابن المديني وطبقتهم. می روایت کردگی است امام بخاری از امام احمد ابن حنبل، یعنی او استادش است، و حمیدی و ابن المدینی و طبقه از اینا، یعنی از این کسایی ها استادش، شاگردش. و روى عنه مسلم، روایت کردگی است از امام مسلم شاگرد. و النسائی و الترمذی و الفربری راوی صحیح. و ولد سنه 94 می در سال 194 به دنیا آمده، 194 هجری، حال 1400 است، نه 1200 سال پیش. و مات سنه 56 و 200 در 256 هجری وفات کردگی است. یعنی در قرن 2 به دنیا آمده خیر القرون. در قرن 3 دوم خیر القرون است، از دنیا رفته. خیر القرون قرن پیامبر، بهترین قرن ها قرن ماست. و مسلم گفتیم، مسلم کیست؟ شرح زندگیش میگه رحمه الله، الله رحم کنه به بالای ازی. و ابن حجاج، فرزند حجاج ابن مسلم، باز دیگه پدر کلانش مسلم ابو الحسین، اسم کنیش القشیری النیساپوری. صاحب صحیح مسلم بعد از بخاری صحیح ترین کتاب. و العلل والوجدان و غیر ذلك، علل و وجدان کتابای دیگه شد، غیره دیگه کتابا. روى عن احمد بن حنبل و یحیی بن معین و ابن خیثمه و ابن ابی شیبه و طبقته. روایت کرده است از احمد، یعنی استاد از امام احمد بن حنبل، یحیی بن معین و ابن خیثمه، ابی خیثمه یه محدث است، و ابن ابی شیبه یا از جمله محدثین است، و طبقه از اینا، یعنی استادایش.
ورا عن البخاری، از امام بخاری هم امام بخاری استاد شد. باز شاگرداش میگه ورا روایت کرده ایست عنه از امام مسلم ترمذی و ابراهیم ابن محمد ابن سفیان راوی صحیح و غیر ما. ولد سنه 400 به دنیا آمدگیست. تولد شده در سال 204 یعنی در قرن 3 و مات سنه 61 و 200 بنیساپور. وفات کردگی در سال 61 یعنی 261. پس دمی قرن 3 به دنیا آمد، دمی قرن 3 از دنیا رفت. خب در نیشاپور یکی از سرزمین های فارسی هاست. رحمهم الله، الله سرردیشان رحم کنه. خب این شرح زندگیش بود. اینال دوستا در اینجا در کتابتان میگه فی مسائل، دمی چیزایی که بسته همی کتاب گفته شد مسائل است. چند چیزا فوایدی که در فهمیده، چند مسئله فهمیده شد تا اینجا. اول الحکمت فی خلق الجن و الانس، حکمت و فایده در پیدایش جنیات انسان ها بیان شد. یعنی الله با چی فایده، به خاطر چی انسان ها و جنیات را پیدا کرد. گفتیم که الله گفت ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون، به خاطر ازی پیدا کرد که انسان ها الله را با وحدانیت و با تنهاییش عبادت کنه، یعنی توحید در عبادت یا توحید الوهیت. به می خاطر پیدا شد که بنده همیشه اطاعت از قانون الله بکند. کل مخلوق به می خاطر پیدا شد. دوم ان العباده هي توحید، لان الخصومه فی، عبادت عبارت از توحید، زیرا خصومت در بین پیامبر و مشرکین دمی بوده، مخصوصا کل توحید در عبادت یا توحید الوهیت. زیرا پیامبر میگه که امرت ان اقاتل الناس حتی یشهدوا ان لا اله الا الله، ما امر شدیم که با مردم بجنگم تا اینکه شاهدی بتن که غیر از الله دیگه معبودی نیست، یعنی تنها الله را عبادت کنن و یقیم الصلاه، پابندی کنن به نماز و زکات بتن. در غیر از اون میگه می جنگیده میشه با اونا. سوم ان من لم یأتی بهم لم یعبد الله، کسی که بعد عقیده توحید انجام نتا و می عقیده را نداشته باشه، این عبادت الله را نکرده. یا کسی که الله را به طریق توحید عبادت نکنه، تنها این الله را عبادت نکردگیست. ففي معنى قولي وانتم ولا انتم عابدون ما عابدين، قل يا الكافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم، نیستین شما کافرا عابدون عبادت کننده، ما اعبد ذات بزرگی را که ما عبادت میکنم. چرا؟ به خاطر که شما به طریق توحید عبادت نمیکنید. یکم تا میگه صراط های مستقیم، میگه نصرانی به ای را به الله میرسه، یهود به ای را میرسه، بودایی به ای را میرسه. این عقاید کفری شرکی است. اگر تو بگوی نصرانی به اینی را به الله میرسه جنت میره، کافر میشه. رای نصرانیت کفر است. کافر بگو، مسلمان مسلمان. الرابع الحکمت فی ارسال الرسل، چهارمین مسئله ای از حکمت فایده در ارسال انبیا. کل انبیا به چه خاطر فرستاده شده؟ ولقد بعثنا فی کل امة رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، که مردم عبادت و اطاعت از یک نظام، یک قانون، یک دستور بکند که الله است، دستور الله، و طاغوت اجتناب کنه. طاغوت بتا است، معبودا است، یا انسان است، یا رهبر است، یا تنظیم است، فکر. از طاغوت ها دور شوند. این فایده انبیا تماما پیامبرا به می خاطر آمده. بسیار مهم مسئله است. الخامسه، مسئله پنجمی است که ان رساله عامت کل امت، رسالت پیامبر عام است به تمام امت ها. یعنی اگر امریکایی است، قوم امریکایی، اگر اروپایی است، اگر افریقایی است، انسانایی است، اگر انسان آسیایی است یا استرالیایی است، در هر قاره دنیا کس پیامبرش محمد ابن عبدالله رسول الله صلی الله علیه و محمد فرزند عبدالله است. و این قرآن کتاب کل انسانیت است. امریکایی هم باید قانون اساسی شمی قرآن باشه. یعنی برای کل دنیای آمدگی است. و این تو نیست که مثل سیکولارا میگه که تنها به عرب است، تنها به عجم است. نه، برای کل دنیا است. کل انسانیت شامل می و تا روز قیامت است. ششمی که ان دین الانبیاء واحد، دین انبیا یکی بود، عقیده شان، عقیده کلش مشترک، حتی در اخلاقیات صرف در بعض احکام فرق میکرد. در عقیده که تنها الله عبادت شاه، از شرک دور شوی، از قانون الله اطاعت کنی، دیگه قانون نکنی، کلش اینم یک دین بوده. و الحمدلله که ما شما که به دین رسول الله صلی الله علیه و سلم به کل دین کل انبیا است. کل انبیا همین عقیده را داشت.
همین عقیده که پیامبر ما بیان میکنه. السابع هفتم مسئله است که المسألة الكبيرة أن عبادة الله لا تحصل إلا بالكفر بالطاغوت ففي معنى قوله فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. سعی مسئله بزرگ میگه ایست که بزرگ مسئله سعی کلان مسئله که عبادت الله بدون شک عبادت الله حاصل نمیشد مگر با کفر با طاغوت. این کتاب عرب است، عرب عبدالرحمن ابن حسن از کبار علما است. میگه عبادت حاصل نمیشه مگر با کفر با طاغوت. تا که با طاغوت کافر نشوی مؤمن شده. طاغوت کی است؟ یک رهبر است، یک رئیس دولت مسلمان است که از قانون کفری اطاعت کنه. یعنی کت قانون در برابر قانون الله قانون ساخته ای طاغوت است. یا دیگه کافرای است، شورای کفری رئیس دولت هایشان، اینا قوانینشان. ففی معنی قولی پس در اینمی میگه معنی قول الله است که فمن یکفر بالطاغوت و یؤمن بالله، کسی کافر شد به طاغوت. سوره بقره سپاره 30 سعی کنین اولش. کسی به طاغوت کافر شد و یؤمن بالله و ایمان بیارد به الله. طاغوت معبودای غیر الله، کسایی که دعوای الوهیت می قوانین غیر الله اینی را نظام های غیر الله با وا کافر شود و ایمان به الله بیارد به دین و آیینش فقط استمسک بالعروة. یقینا چنگ زدگیست به یک حلقه محکم آهنی که دیگه جدا نمیشه. یعنی ای واقعا با الله ارتباط محکم حاصل شد، با الله ارتباطش قایم شد. اول کفر به طاغوت، به می خاطر میم لا اله نفی کردن معبودای غیر الله قانون سازا الا الله، بعد از او ایمان به الله است. و اینمی کلمه توحید است یا کلمه طیبه لا اله الا الله. دیگه تا که با طاغوت کافر نشیم برادرها، بعضی از طاغوت دفاع میکنه، از طاغوت حمایت میکنه، طاغوت زنده باد مرده باد، پشت طاغوت میدود. توبه استغفر الله. طاغوت انسان در چهره انسان میاد، در چهره رهبر میاد، در چهره گاهی قبر میباشه. طاغوت گاهی وقت بت میباشه، گاهی وقت تنظیم است، گاهی وقت یک فکر باطله. زنده باد فلانی، زنده باد فلانه نظام، مرگ به فلانی خان. طاغوت ها را از طاغوت دفاع کردن، موحدین رد کردن، اهل طاغوت بد نگفتن، با طاغوت نفرت داشته باشی، بغض داشته باشی، مثل که صحابه داشتن. محمد رسول الله والذین معه اشداء علی الکفار، در برابر کافرها شدید بودن. رحماء بینهم، در بین خودشان مهربان بودن. الثامنة ان الطاغوت عام فی کل ما عبد من دون الله. هشتم مسئله است که طاغوت میگه آمد در هر آنچه که عبادت شود بغیر از الله. هر کسی که عبادت شود بغیر از الله، یک قیدگم که راضی باشه. یک پیر مردم سجده میکنه، عبادت میکنه، حاجت روا و مشکل کشا میکنه، او بگوید آ سیس این هم طاغوت شد، الله ایره سرکش شد، از حد تیر شد. بت است، قبر است، عبادت میکنن، قانون و نظام است، هر چیزی که عبادت شود یعنی اطاعت از او شود. التاسعة مسئله نومی سی عظم شأن الثلاث الآیات المحکمات في سورة الانعام عند السلف وفي 10 مسائل. اولها النهی عن الشرک. میگه نوم مسئله که بزرگی امی 3 آیت که هست، نه عظمت شان امی 3 آیت که محکمات در سورة انعام قل تعالوا در نزد سلف و فی 10 دو مسائل بود، وصیت های 10 گانه. اولش چی بود؟ نهی از شرک. الله قل تعالوا اتل ما حرم ربكم عليكم الا تشركوا بیشه. کسی را با امر الله شرک بسیار بد چیزه. و می خاطر پیامبر صلی الله علیه و آله اللهم انی اعوذ بک من ان اشرک بک شیئا، یا الله ما پناه میبرم به تو از اینکه شریک بسازم به تو یک چیزی را اعلم که من بدانم، و استغفرک لما اعلم لما لا اعلم، و بخشش میخوایم از اون چیزی که من نمیفهم و تو میفهمی. یا الله الشرک، الله ربی لا اشرک بشیء، الله رب ما هیچ چیز را به او شریک نمیسازم. شرک بسیار بد چیز است، الله نجات، شرک نجاست است. العاشرة داومین مسئله است. الآیات المحکمات فی سورة الاسراء فیها 18 مسئله. بدأ الله بقوله لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا، وختمها بقوله ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. ونبهنا الله سبحانه وتعالى أيضا من شأن هذه المسائل
بقوله ذلك مما اوحی الیک ربک من الحکمه. دوم مثلا میگه که آیات محکمات در صورت آیات محکمات چرا میگه که منسوخ نمیشه، معنایش واضح باشه. خب در صورت اسراء، صورت بنی اسرائیل 15 سپاره و فيها 18 و دی 18 مسئله، 18 مسئله میگه دی 18 مسائل بود، 18 احکام بود. بعد الله ایرا شروع کرد به این قولش که لا تجعل مع الله اله آخر، اول شرک منک، نگردان عقیده نکو با امرای الله دیگه معبود، دیگه اله را جور نکو، دیگه کسی عبادت نکو، دیگه کسی اطاعت نکو. فتق و باز میگردی میشی تو مذموما تقبیح شده، مخذولا رسوا شده، رسوا و شرمنده میشی. نکو، الله میگه رسوایت میکنم در دنیا و آخرت، اگر در دنیا نکو تا آخرت حتمی میکنم. و ختمها بقول، ختمش کرد تو را به این ولا تجعل مع الله اله آخر. بازم اینجا راستی اشتباه کرد. بعد الله بقوله نه اموت رسا ولا باز ختمش میکنه ولا تجعل مع الله، نگردان عقیده نکو با امر الله اله آخر، دیگه معبود، دیگه معبود عبادت و رکوع سجده و اینا حاجت روا مشکل کشا نگو، دیگه قانون اطاعت نکو غیر از قانون الله که اسلام است. کمونیستی و سیکولاریستی چیزا را بان فتلقا انداخته میشه و فی جهنم، در آتش جهنم، معلوما در حالی که ملامت شده، مدحورا رانده شده، تقبیش بد گفته شده. یعنی سعی کنین باز، یعنی از شرک شروع کرد که نکن، باز گفت شرک نکنین. دوستا موضوع شرک بسیار مهم است. شرک بار بار بشناسین، از او دور شوین، توحید بخوانین، به او خدا مزین بسازین. و نبهنا الله سبحانه، خبر دادگی، تنبیه کردگی است الله متعال با ما و شما را هشدار میته با بزرگی شانی مسائل که این بسیار مهم است. یعنی به قول ذلک مما اوحی الیک ربک، ذلک این احکامی که بیان شد، قوانین دستورها، مما از او چیزایی است اوحی که وحی کرده الیک به تو رب تو ای پیامبر، من الحکمت، از حکمت. یعنی حکمت چی است؟ از شرک منع کردن. اینی حکمت تنها یک معنا نداره. الحادی عشره، حادی عشره یعنی 11 مسئله، آیت سورة النساء التي تسمى آیت الحقوق العشره، آیه سوره نساء بود که او را حقوق عشره گفته میشد. نه بعد الله و شروعش به این بود و عبد الله ولا تشرکوا بشیء، عبادت کنین الله را به تنهایی، شریک نکنین با الله هیچ چیز را. یعنی اونجا باز توحید به عبادت و رد شرک شده بود. نه شرک نکنین، نه شرک اکبر بکنین کلان، نه اصغر، هیچ نوع شرک، نه در نیتت، نه در قلبت، نه در ایده. لحاظا هیچ کس در عبادت الله نه، فقط بخاطر الله، تنها الله را عبادت بکن. ما شما شرک ایزر توضیح دادیم، نه اکبر و اصغر، او را بار بار بشتم. و ثانیت عشره، خب 12 مثلا تنبیه علی وصیت رسول الله صلی الله علیه و سلم در موتی، دیگه تنبیه کردن با وصیت رسول در وقت مرگش. در وقت مرگش چی وصیت کرد؟ که گفته بود که اون موسی آیت ها را که خط کشید، گفینی رای باطل اثر هر یا انسان های باطل ششتگی است و تنها الله را با شرک نکنین. یعنی در وقت مرگش هم یعنی امی موضوع توحید و رد شرک بیان کردگی است که بسیار مهم بود که به دیگر راه ها نروین. صراط المستقیم یکی است، 2 3 4 نیست، مثل که بعض بیدینای سیکولر میگه صراط های مستقیم. ثالثه عشره معرفت حق الله علینا، 13 مسئله شناخت حق الله به بالای ما. حق الله را بفهمیم که چی است، یعنی مسئولیت ما در برابر الله، عبادت کردن با طریقه توحید، با عقیده توحید و با طریقه رسول الله و دوری از شرک، نفرت داشتن از شرک. اینی حق الله است، دائم الله را عبادت کنیم. الرابعه عشره 14 مسئله معرفت حق العباد علیه اذا ادوا حقه، شناختن حق بنده به بالای الله وقتی که ادا بکنن حق الله را. حق الله را که ادا کردن انجام دادن، با حق بنده چی است؟ که الله عذاب نده. الحمدلله الله چقدر مهربانه، از عذاب ها نجات میده، عذاب قبر، عذاب دنیایی که رسوا کننده باشه. بعض امتحان ها میاد یکی عذاب است که رسوا میکنه، دیگه از عذاب قیامت حشر نجات میده، از عذاب سختی موت نجات میده، عذاب جهنم نجات میده. که از عذاب در روز قیامت نجات یافتی در قبر کجا میری؟ جنت، حتمی جنت.
نعمتایی است که چشم ندیده گوش نشنیده. یا الله ما را برسان به فضل و احسانت برسان. یا الله ما را به توحید و ادای حق ثابت قدم بدار. نصرت و مدد ما بکن یا الله. ما عاجز و ضعیف هستیم. السادسة عشرة جواز کتمان علم للمصلحة. یعنی یا 16 مسئله چی است؟ 15 الخامسة عشر. 15 ان هذا المسألة لا يعرف اکثر صحابه. این مسئله را نمیشناخت اکثر صحابه. یعنی امی مسئله توحید که داشتی و شرک نبود الله جنت میبرید، اکثری را نمیشناخته. 16 مسئله جواز کتمان علم للمصلحة. جایز بودن کتمان علم از چی؟ از جهت مصلحت. یعنی کدام علم؟ یکی علم توحید رد شرک است، اونم نه. یعنی علمی که زاید به قدر محتاج باشه داره. آن چیزی که اضافه است از چیزی که دو نیاز ضرورت است. چیزای ضرورت خو میگه اضافه از او که است، جایز است را پنهان کنی. جایز است را پنهان کنی. به این خاطر این مسئله بشارت کی بود یک چیز اضافگی بود، به این خاطر جایز است. ولی اگه تا میگه که اگه این نمیخوای کار کردی بان که مردم عمل بکنن، خوی را عالم میفهمه. السابعة عشرة ابدا مثلا استحباب بشارت المسلم بما یسره. مستحب بودن بشارت مسلمان، خوشخبری مسلمان با آن چیزی که را خوشحال میسازه. یعنی مستحب است که یک مسلمان چی بکنی؟ بشارت بدی به چیزی که را خوشحال میسازه. در قلب مسلمان خوشی را داخل کردن بسیار کار خوبه، بسیار ثواب داره. ما خفگی را نه، ما شما غیر غم داخل میکنیم. بیا فلانی تو شد تو شد، جنجال جور کرده، توبه. یا گپ ناقه میگیره جنجال جور کرده برو. الثامنة عشرة یا 18 مسئله الخوف من الاتکال علی سعة رحمت الله. ترسیدن از اعتماد با وسعت رحمت الله. نگوی که رحمت یکم تو می الله لک بخش است، نه بترس جهنم میری. واو. از عذابش بترس و از رحمتش هم امیدوار باش. اما خود یک طرفه نپرتو که با گناه کده میری و عمل نمیکنی با میمه جنت میرم. نه خوف از اعتماد با وسعت رحمت الله به معنی ازی که تو می رحمت الله وسیع فراغ لک بخش است، بیا اگر عباداتم نکنم خیر است، نه جنت میرم. نه این کار نکنی. التاسعة عشرة یا 19 مسئله قول المسئول اما لا یعلم الله و رسول علم. یعنی کسی که سوال میشد از اون چیزی که نمیفهمه بگوی الله و رسولش میفهمه. دوستان ما و شما نمیفهمیم یا شما یکم درسا را گوش میکنید، کسی از پیشتان پرسان که نمیفهمی جواب نده، بگو الله و رسولش میفهمه. از فلانا عالم فسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. از اهل وحی پرسان کنین اگر نمیفهمید. این میال ما خودمون بعض مسائل که خفیف بان از یک عالم دیگه پرسان میکنیم، خوب فهمیده باشه. یعنی خوب ما یا به خاطر تاکید یا به خاطر تایید یا اینکه یک چیز نوی را بگویه یا میگه ما تاکید شو خودمون میکارا میکنیم. العشرون 20 مسئله جواز تخصیص بعض الناس بالعلم دون بعض. یعنی جایز بودن تخصیص بعض مردم به علم بعض دون بعض غیر از بعض دیگرها. یعنی بعض علمی که اضافه از قدر محتاج است میتونی به یک تا بگوی دیگرها را، مثل که مثلا با معاذ را گفت و دیگرها نگفته بود. نه این میشه که بعضی را بگوی. مثلا یک کسی را دوست داری بعض علوم اضافه را برش یاد میتونی. الحادیة عشر پیامبر کار کرد. 21 الحادیة والعشرون تواضع صلی الله علیه وسلم لرکوب الحمار مع الارداف علیه. تواضع پیامبر سلام فروتنی پیامبر سلام با سوار شدن به بالای خر با امرای ارداف. ارداف چی را میگه؟ یعنی که کس دیگر هم در پشت سوار بکنی. این میشه تواضع انسان داشته و هیچ وقت انسان متکبر نباشه. پیامبر ما که تواضع داشت که پیش الله محبوب بود. ما شما چیستیم؟ الثانیة والعشرون 12 مسئله جواز ارداف الدابه. جایز بودن ارداف به دابه. ارداف یکی را در پشت سر شاندن در دابه، یعنی سر خر یا اسب یا شتر. میتونی این نفر دیگر هم به اندازه زورش بزن. این جایز است. پیامبری کار کرده. کار پیامبر بکنن جایز می باشه. الثالث والعشرون فضیلت معاذ ابن جبل. 13 مسئله فضیلت معاذ ابن جبل است. معاذ ابن جبل بسیار چی داشت؟ برتری در زیر پیامبر صلی الله علیه و اینه که صحابه بود که را دوست داشت. گفت که من تو را دوست دارم
بعض مسائل برش بیان کرد در حرکتش خود یک جا رفتن. و 14 مسئله خوف معاذ بن جبل چرا فضیلت داشت؟ علم. اول علم یاد کردم، قرآن میفهمید، شرش احادیث میفهمید، حلال و حرام میفهمید و عمل میکرد و دیگه مجاهد بود، جهاد میکرد. اینی فضیلت. سر به خود صفحه به عمل فضیلت نمیشه دوستان. الرابعه و 24 مسئله عظم و شأن بزرگی های حالت یعنی مسئله توحید بسیار مهم بوده، بسیار عظیم بوده، بسیار بزرگ بوده. این را توجه کنیم. الله برای ما شما توفیق عمل بده. دیگر روزا دوستا روز بعدیش درس 13 باز میاد که این درسی را که گفتیم این بخش دوم درس 12 بود. باب فضل توحید و ما یکفر من الذنوب، آنچه که گناه را از بین میبره برتری توحید بسیار مهم است. الله توفیق عمل نصیب کنه. عقیده خوب. و صلی الله علی نبینا محمد و علی آله